مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 16 مای سال 2022 خبر داد که پرونده جنایتی مجیدوف حسن کاتب کمیته اداره زمین نویه باباجان غفوروف در پی انجام تفتیش پیشکی و تصدیق فکر عیبدارکنی برای بررسی به دادگاه سپرده است. مجیدوف بر اساس قسم 3 ماده 247 به قلابی با سوء استفاده از مقام خدمتی عیبدار می شود. نظر خود عیبدار شونده و وکیل او دسترس نیست، ولی بنا به اطلاع اگنتی مجیدوف حسن دوستیویچ در وظیفه کاتب کمیته اداره زمین نویه باباجان غفوروف کار کرده. در دوره فعالیت کاریش با مقصد تصرف کردن مال و ملک غیر و سوء استفاده باوری در خصوص مساعدت نمودن جهت آماده کردن سند انتخاب قطعه زمین برای ساختمان مرکز خدمت رسانی و من بعد جدا کرده دادن آن از شهروند در 3 حالت مبلغ 12700 سومونی را طلب کرده گرفته، در نتیجه به شهروند ضرر جدی مادی رسانیده است. تفصیلات دیگر پرونده آورده نشده است. به مجیدوف حسن بر اساس قسم 3 ماده 247 همچون جزا جریمه به اندازه از 912 تا 1460 نشان دهنده برای حسابها و یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. ولی تجربه سودی در تاجیکستان نشان میدهد که منصبداران برای زمین فروشی به دست افتاده در اکثر موردها با پرداخت جریمه از جوابگری خلاص میشوند. فروش قطعه‌های زمین برای ساختن خانه استقامتی و یا انشاءات تجارتی در تاجیکستان به یکی از رشته‌های اصلا فساد زده تبدیل یافته است. تقریبا هفته نیست که درباره بازداشت یگان زمینساز یا کارمند جماعت با اتهام گرفتن پوره در عوض وعده جدا کرده دادن قطعه زمین خبرها به دست میرسند. از جمله اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 11 مای سال 2022 خبر داد که پرونده حبیبالله علاوالدین رئیس جماعت شهرک شهیدان نویه 8 را به دادگاه سپرده است. حبیبالله علاوالدین نورعلیویچ در وظیفه رئیس جماعت شهرک شهیدان نویه 8 کار کرده. در دوام فعالیتش با مقصد به دست آوردن درآمد مفت با استفاده از وکالت منصبی برای جدا کرده دادن قطعه زمین نزد اولیگی به مساحت 8 سوتق از شهروند مبلغ 10,000 سومونی طلب نموده. از مبلغ طلب نمودهش 5,000 سومونیش را گرفته، باز آورده دادن باقی مونده مبلغ 5,000 سومونیش را طلب نموده است. در نتیجه اندیشیدن چاره‌های اپراتیوی تفتیشاتی از جانب کارمندان اگنتی حبیبالله بعد از شهروند گرفتن مبلغ 4,000 سومونی دستگیر کرده شد. در رابطه با حالت مذکور نسبت به حبیبالله با ماده 247 قسم 2 بندهای و گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی با استفاده از مقام خدمتی که باعث رسانیدن ضرر جدی به شهروند شده است پرونده جنایتی آغاز کرده شد. برای رئیس همکنون سابق جماعت شهیدان جریمه یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند.